خداوندا تو رو شکر میکنیم برای جلسه امروز و برای روزی که تو باز هم ای خداوند مقرر کردی تا ما در حضور تو باشیم و بتونیم ای خداوند بحثی رو که در مورد بدعت ها شروع کردیم به پایان برسونیم. و ممنونیم ای خداوند که در این فرصت ها تو همراه ما بودی، تو ما رو هدایت کردی تا اون چرا که امروز کلیسا نیاز داره از تو و از کلام تو و از شخصیت تو بدونه. شکرگزاری میکنیم ای خداوند برای تمام عزیزانی که این سلسله درس‌ها رو پیگیری کردند و میطلبیم که ای خداوند برکت بدی به ایمانشون، به رشد روحانیشون ای خداوند، و باشه که ای خداوند این عزیزان که این تعالیم رو گرفتن به دیگران نیز منتقل کنند. به نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین آمین و آمین. سلام میگم عزیزان و شکرگزاریم که حقیقتا یک بار دیگه میتونیم در خدمتتون باشیم و امروز میخوام که این سلسله درس ها رو که به نام بدعت ها شروع کرده بودیم و 11 قسمت اون رو قبلا خدمت شما عزیزان ارائه کرده بودم، آخرین قسمت اون رو خدمتون ارائه کنم و اگرچه این قسمت ممکنه یک مقدار طولانی تر بشه نسبت به قسمت های گذشته، اما چون میخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم از اون چیزی که گذشته، بسیار مفید و مؤثر است که این رو در یک فایل صوتی جمع کنم و خدمت شما عزیزان ارائه کنم. به هر حال اون چیزی که تا حالا تشریح شد به بدعت‌های مختلفی که در واقع ناستیکا و ابیونیسم ها و مکاتب و فلسفه های دیگری که خدمتتون در قسمت های اول این درس عرض کردم در موضوع مهم اون الهیدان های کلیسا، شاید ما بیشتر میخوایم این موضوع روشن بشه که اگرچه اون عقاید و فلسفه های ادیان دیگه، باورهای دیگه وارد میشد و یک بدعتی رو به وجود می آورد، این قسمتی که خود الهیدانان کلیسا می اومدن و طور دیگری تعلیم می دادن و تعلیم های غلط رو وارد می کردن، برای ما امروز این مهمه که بدونیم هر تعلیمی از هر کلیسایی قابل پذیرش و باور نیست. باید همینطور که در رساله اول یوحنا گفته هر روح را باید بیازماییم. آزمودن با تشخیص فرق میکنه، تشخیص یا بله یا نه، اما آزمودن تجزیه تحلیله. باید با کلام خدا تجزیه تحلیل بشه، ببینیم که با اون چیزی که در کلام خدا و شخصیت خدا برای ما باقی گذارده مطابقت داره یا نه. اگر در بدعت آریوسی مسیح رو نه انسان کامل میدونست و نه خدای کامل، در بدعت آپولینیاریوس وجود عیسی مسیح ضمن اون که الوهیت خدا رو داشت اما از ذهن یا نفس بشری خالی بود. در بدعت نستریوسی عیسی مسیح کاملا انسان و کاملا خدا محسوب میشد، اما این دو طبیعت قابل تفکیک از یکدیگه بودن و اون چه که اون دو طبیعت رو از قول نستریوس به هم پیوند میزد اراده معنوی خدا بود. گرچه بدعت نستریوس در سال 431 و در شورای افسوس رد شد، اما به هر حال اینها مطالبی هست که ما باید امروز متوجه بشیم، چون مطلع بودن از تمامی عقاید غلط این نیست که ما نباید هیچ چیزی رو در مورد غلط ندونیم. نه، وقتی که غلط رو فهمیدیم و متوجه شدیم چه چیزی غلط هست، اون درست برای ما بهتر و مناسبتر جا میگیره و یه تصویر بهتری رو از اون چیزی که درست هست برای ما میده. بنابراین تمام نیت من و اون قلب من برای ضبط این برنامه و ارائه اون خدمت شما عزیزان این بود که در واقع
مطلع بودن از تمامی این عقاید غلط در مورد مسیح برای زندگی مسیحی ما مفیده، چون اگه بدونیم چه چیزهایی رو نباید باور داشته باشیم به ما کمک میکنه که یک تصویر و یک تصور کاملتری رو از اون چیزهایی که بایستی اعتقاد داشته باشیم شکل بدیم در اون باور ایمانیمون و در اون چیزی که به عنوان زندگی ایمانی میخوایم انجام داده باشیم به ما کمک میکنه. و یکی از عقاید غلطی که در شورای کالسدون رد شد این بود که شخص عیسی مسیح بدن انسانی داشته ولی ذهن و روح او انسانی نبوده. عزیزان خیلی امروز هم ممکنه برای شما در یک کلیسایی این رو تعلیم بدن که مثل این که فقط قالب انسانی بوده، در حالی که اگر قالب فقط قالب انسانی بود و ذهن و روح انسانی وجود نداشت، عیسی مسیح کاملا نمیتونست اون فدیه کاملی باشه که تمام گناهان ما رو بر خودش بگیره. اونها تعلیمشون این بود که عیسی مسیح بدن انسانی داشته ولی ذهن و روح او انسانی نبوده است و ذهن و روح مسیح از ذات الهی یعنی پسر خدا بودنش نشأت میگیره. چون که این عقیده رو در واقع این عقیده رو باور نداشتن که عیسی مسیح دارای ذهن و روح انسانی است، پس انسان کامل و حقیقی بودنش رو منکر میشدن. ببینید عزیزان، در بدعت‌ها و در انحراف‌ها خیلی موضوع حساس و خیلی ریزه. روی یک مطلبی ممکنه که راه یک درجه که کج بشه در نهایت به بیراهه بره، با اون مقصد اصلی که جلجتا و پری اقامت مسیح است کلی فاصله بیفته. اینها فقط روی این مطلبی که عیسی مسیح ذهن و روح انسانی نداشته میبینیم که کل مسئله نجات زیر سوال میره. و اگر عیسی مسیح انسان کامل بودنش و حقیقی بودنش رو منکر بشیم، در واقع این عقیده رو بیان میکنه که مسیح نیمه بشر بوده، تنها بدن انسانی داشته، ذهن و روحش با طبیعت الهی جایگزین شده. اما همینطور که ما میبینیم عیسی مسیح کاملا انسان، 100% انسان، یعنی دارای جسم، ذهن و روح بشری و از طرفی کاملا خدا، دارای تمام ویژگی ها و صفاتی که خدا داشته بوده. تمام اون عناصر اساسی خدا بودن و تمام عناصر اساسی انسان بودن رو مثل بدن انسانی، مثل ذهن انسانی، مثل روح انسانی، مثل اراده انسانی و احساسات انسانی، نه اینکه ذهن انسانیتش با ذهن الهیتش جابجا شده باشه، نه، در عوض او هم دارای ذهن انسانی هم دارای ذهن الهی، یعنی چنان ذهن انسانی و الهی مسیح در هم گره خورده که قابل تفکیک نبوده. به خاطر همین دلیل وقتی که ما در واقع این عبارت رو به کار میبریم ممکنه گمراه کننده باشه که عیسی خدا در جسم است، با عیسی خدا در جلد بشری ممکن اشتباه بشه. کاملا انسان بودن و خدا بودن مسیح رو باید ما بدونیم و جا بیفته برای ما و بدونیم که این مسئله بسیار پر اهمیتیه و نباید به سادگی از کنار این مسئله گذشت. به هر حال درسته تمام اینها، این عقاید و این بدعت‌هایی که بوده ضررهایی رو داشته، ولی از طرفی وقتی نگاه به شخصیت این آدم‌ها می‌کنیم می‌بینیم که در کل نخواستن که در واقع راه غلطی رو به پیش روی یعنی عمدن و مغرضانه بخوان عده‌ای رو گمراه کنن،
بلکه فقط از روی برداشت‌های غلطی که از کلام خدا و از شخصیت عیسی مسیح داشتن، این برداشت‌های غلط اونها باعث شده که تفکر انسانی خودشون رو در اون کلام خدا و تفسیرهای کلام خدا جا بدن و یه جورایی سعی کردن که با اون نفس انسانی خودشون کلام خدا رو تفسیر کنن. پس بنابراین اگر عرض کردم خدمتون کلام خدا میگه هر روح را بیازمایید، که ببینیم کجاش مشکل داره، کجاش ناخالصی داره و اگر اون ناخالصی ها رو با توجه به آینه کلام و اون چیزی که در کلام هست بتونیم جدا کنیم و اون چیزی که شفاف و پاک و زلال میمونه از اون قسمتی که شنیدیم برداشت کنیم. به هر حال آپولینیاروس یکی از چهره‌های جذاب کلیسای اولیه بود. او و پدرش هر دو در واقع متخصصین علوم انسانی عصر خودشون بود. از زمانی که امپراتور جولیان بود، زمانی که این امپراتور دستور منع سوادآموزی رو به مسیحی‌ها داد، آپولینیاروس ترسید که مسیحی‌ها از علم محروم بشن و به خاطر بیسوادیشون یه قسمت‌هایی از اون شرایط اجتماعی خودشون رو بخوان از دست بدن و در طبقات پایین جامعه جا بگیرن. بنابراین اومد به توسط با کمک پدرش قسمت‌های زیادی از عهد عتیق رو به صورت شعر حماسی یونان باستان ترجمه کرد و انجیل‌ها رو به صورت پرسش و پاسخ‌های افلاطونی تدوین کرد تا اینکه مسیحی‌ها با قرائت اون ترجمه‌های عهد عتیق بتونن اون علم سکولار رو نیز کسب کنن، یعنی از قافله پیشرفت علمی و فن سخن عقب نمونن. میدونین که در واقع یونانیا خیلی به این مسئله فن بیان اهمیت میدادن و بچه هاشون رو از همون کوچیکی در خردسالی به مدارس فن بیان میگذاشتن و در واقع اون فلسفه داشتن بیان برای یونانیا خیلی مهم بود. بنابراین آپولینیاروس سعی کرد که به این صورت بتونه اون فن بیان رو در مسیحیان زنده نگه داره و بتونه خدمت اینجوری رو به مسیحیان کرده باشه. او خیلی تعداد زیادی کتب تفسیر رو بر بخش‌های مختلف کتاب مقدس نوشت و همینطور 30 جلد کتاب در دفاع از مسیحیت و انتقاد از اون رسوم بتپرستی و فلسفه هایی که اون روز در اون جامعه حاکم بود به رشته تحریر در آورد. در واقع میتونیم بگیم که این شخص بیش از هر کسی نسبت به ارتقاء سواد در جامعه مسیحی به مسیحیان خدمت کرده. او دوست بسیار نزدیک آتاناسیوس بود و بنابراین باید این خوبی ها رو بگیم. اگر یه جای بدی ها رو میگیم خوبه که خوبی های یک شخص هم بگیم، اما اونجایی که به قسمت های باور مسیحی ما لطمه میزنه باید متوجه باشیم و اینها رو در واقع نپذیریم. منظور عرضم این است که هر آدمی که خوبی هایی رو داره دیگه چشممون رو نبندیم بگیم چون این خوبه پس بنابراین همه چیزش خوبه پس هر چی هم که میگه بپذیریم. نه، در مورد مسائل روحانی و زندگی ایمانی خودمون حقیقتاً باید تجزیه تحلیل کنیم هر مسئله رو. به هر حال اگرچه آقای آپولینیاروس به یه معنا نماینده طرز فکر اسکندریه بود که بر الوهیت مطلق عیسی پافشاری میکرد، اما در عین حال از اون ضعف فلسفی اسکندریه و اون خطاهای الهیاتی برخوردار شد و شورای نیقیه در حالی که افراط آریوس و مکتب انطاکیه رو محکوم میکرد، در همون حال
با محکوم کردن آپولینیاروس تفریط اسکندریه را هم محکوم کرد و مذموم شمرد و انسانیت مسیح در این مکتب به نوعی زیر سوال قرار میگیره و همینطور که عرض کردم نهایتاً در واقع اون مسئله نجات بود که زیر سوال میره و این خیلی مهمه. پدران کاپادوکیه یک حقیقت مهمی رو به کلیسای مسیح تعلیم داده بودند. حقیقتش این بود که باید در ذهن ما شبانان حک بشه و ملکه گوشمون بشه. در واقع این بود که اون چرا که خدا نتواند بر خودش بگیره، خدا نمیتونه فدیه بده. یعنی اگر انسانیت ما رو به طور کامل خدا نتونه بر خودش بگیره، نمیتونه فدیه گناهان یعنی پوشش گناهان ما بشه. و پرسش اصلی و اساسی نجات شناسی اینه که خدا انسانیت رو چگونه نجات میده و در جواب در واقع در نتیجه پاسخ این سوالی بود که بدعت آریوسی محکوم شد. نجات شناسی عزیزان بسیار مهمه، چون فلسفه نجات شناسی باعث رابطه دوباره انسان با خدا میشه. پس بنابراین اگر هر جای این نجات شناسی یک خللی وارد بشه و یک در واقع کجی و ناراستی باشه، اون مسئله نجات به طور کلی زیر سوال میره. و دقیقاً آتاناسیوس از این طریق اون بدعت آریوسی رو محکوم کرد و در اون شورای نیقیه رد شد. به هر حال خدا انسان رو اینطور نجات میده که خودش کاملا انسان میشه. او ذهن، جسم، طبیعت و نفس بشری رو اختیار میکنه و همینجا بود که آپولینیاروس هم دچار اشتباه شد و گفت عیسی مسیح از هر نظر انسان بود ولی دارای نفس الهی بود. یعنی خدا انسانیت و کالبد خالی عیسی مسیح رو به وسیله نفس الهی خودش پر کرد و باید این مسئله رو که عیسی انسانیت رو پوشید یا اینکه لباس جسم تن کرد رو که ناخواسته بعضی کلیساها این رو اعلام میکنند باید ترک کنیم و به طور کامل در دعاها و پرستش‌ها از اینکه خدا انسان کامل شد عیسی مسیح رو نام ببریم. از طرفی ما میبینیم که حقیقتا اون بدعت آپولینیاروسی در واقع میخواست که زیاد سوال نشه و در بسته همه چی رو قبول کرد. کلیساهایی ممکنه الان باشن که آپولینیاری باشن و بخوان که در واقع از سوال کردن بعضی ها تفره برن و یا زیاد به قول معروف اجازه ندن که این سوالات مطرح بشه. اما خوبه که هر چیزی مورد تجزیه تحلیل قرار بگیره و به وسیله تجزیه تحلیل بشود که اون کاری رو که باید انجام بشه. به هر حال اون چیزی که در واقع باعث شد که شوراها تشکیل بشه همین بحث‌ها و همین مسائلی بود که بعد از شورای نیقیه تموم نشده بود و حالا بحث بر سر طبیعت انسانی و طبیعت الهی مسیح بود و تلفیق این دو طبیعت و چگونگی تلفیق این دو طبیعت کار رو به شورای کالسدون رسوند. و مسئله تجسم مسیح یعنی اتحاد و الوهیت و انسانیت در شخص مسیح در واقع باعث مباحثاتی شد که بالاخره در 8 اکتبر تا اول نوامبر 451 در شهر کالسدون شورایی برگزار شد و در اون شورا در واقع اعتقادنامه‌ای که صادر شد، اون اعتقادنامه تعلیمی کتاب مقدس رو از تجسم
تجسم مسیح، جسم پوشیدن مسیح برای کلیساهای ارتدوکس و برای بقیه تا به امروز در واقع برای تمام شاخه‌های مسیحیت به عنوان یک معیار استفاده کرده. 5 حقیقت رو در شورای کالسدون، در اعتقادنامه کالسدون و تعلیم کالسدونی در واقع بر پایه کتاب مقدس میشه خلاصه کرد. اولش این که عیسی مسیح دارای 2 طبیعت است، او خدا و انسان است. دوم، هر طبیعت به طور کامله، او خدای کامل و انسان کامل است. هر طبیعت متمایز از دیگری است. عیسی تنها یک شخص است. هر چیزی که در وجودیت طبیعت اوست در همون حال برای شخص خود عیسی هم صادقه. اما درک درستی از این حقیقت میتونه خیلی از مشکلات و سردرگمی های ذهنی ما رو در مورد تجسم عیسی مسیح از بین ببره. سوالاتی از این قبیل که ممکنه در ذهن هر کسی پیش بیاد، مثلا عیسی چطور میتونه هم خدا باشه هم انسان باشه؟ و چرا این باعث نمیشه که او دو شخص باشه؟ ارتباط تجسم با تثلیث چیه؟ آیا واقعا عیسی میتونسته گرسنه بشه؟ وقتی روی زمین بوده چگونه میتونسته هم روی زمین باشه هم خدا باشه؟ و آیا اون زمانی که عیسی در واقع در شکل انسانی خودش روی زمین بود، یعنی اینکه خصوصیات الهی خودش رو کنار گذاشته بود؟ یا آیا عیسی یه بخشی از خداست؟ می‌بینیم تمام این سوالا رو اگر که در ذهن هر کسی ممکنه به اصطلاح اتفاق بیفته، به خصوص کسانی که یا به مسیح رو نمیشناسن و یا اینکه در واقع اون ارتباط اولیه رو با مسیح برقرار کردن ممکنه پیش بیاد. آیا عیسی هنوز انسان دارای بدن انسانی خودشه؟ اولین حقیقتی که ما بایستی اون رو درک کنیم اینه که عیسی یک شخصه که 2 طبیعت داره، طبیعت الهی و انسانی. به عبارت دیگه انسان عیسی هم خداست و هم انسانه. درک عمیق از این که مسیح واقعا کیه ایمان ما رو تقویت میکنه. اتحاد الوهیت و انسانیت مسیح در یک شخص باعث میشه همه اون چیزهایی رو که ما برای در واقع رابطه با خدا نیاز داریم پیدا کنیم. تنها عیسی مسیح میتونه نجات دهنده کامل و مکفی باشه برای ما. کتاب مقدس این تعلیم رو نمیده که عیسی مسیح یک شخصی بوده که یه شباهت‌های زیادی به خدا داشته یا کسی بوده که رابطه خیلی نزدیکی با خدا داشته، با خدا راه میرفته. کتاب مقدس به ما تعلیم میده که عیسی مسیح خود خدای متعاله. تیتوس باب 2 آیه 13 میگه که ما مسیحیان اون امید و تجلی جلال خدای عظیم و نجات دهنده خود ما عیسی مسیح را انتظار میکشیم. وقتی که توما عیسی قیام کرده رو دید فریاد زد ای خداوند من و ای خدای من. یوحنا باب 20 آیه 28. همینطور رساله عبرانیان به ما شهادت میده، شهادت مستقیم خدای پدر رو در مورد عیسی میده. ای خدا تخت تو تا ابدالآباد است. عبرانیان باب 1 آیه 8. انجیل یوحنا عیسی رو پسر یگانه خدا معرفی میکنه. یوحنا 1:8. اون طریق دیگه که کتاب مقدس ثابت میکنه که عیسی خداست اینه که کتاب مقدس نشان میده عیسی دارای خصوصیات خدا بوده. او همه چی رو میدونه.
زمانی که رو زمین بود همه چی رو میدونست، دل مردم رو میدونست، فکر مردم رو میخوند. متی باب 18 آیه 20، باب 28 آیه 20، اعمال باب 18 آیه 10. ضمناً او همه جا حضور داره. زمانی که به نتنائیل میگه که تو زیر درخت انجیر نشسته بودی، یا متی 16 21، لوقا 11 17 و یوحنا 4 29، او تمامی قدرت در آسمان و زمین رو به خودش نسبت میده. متی باب 8 آیه 26 و 27، متی باب 28 آیه 18، یوحنا باب 11 آیه 38 تا 44. او قائم به ذات خودشه، یعنی وابسته به هیچ چیز خارج از وجود خودش نیست. زمانی که ایلازر رو زنده میکنه میگه ایلازر بیرون بیا. زمانی که دختر یایروس رو زنده میکنه میگه بلند شو دختر. زمانی که اون غلام افسر رومی رو شفا میده خودش اونجا نبوده، اما دستور میده که اون روح بیماری از اون بیرون بره. او حاکم بر همه چی بوده، وجودش ازلی و ابدی بوده، همینجور که در کتاب یوحنا باب 1 آیه 1 و 8 میگه و 58. او خالق ماست، کولوسیان باب 1 آیه 15 تا 17. او صورت خدای نادیده است. در واقع اون چیزی که شورای کالسدون برای ما به جا گذاشته و میخواد اون رابطه ما با مسیح در واقع به این صورت برقرار باشه، این استش که به هر حال ما متوجه خدای کامل بودن و انسان بودن کامل مسیح بشیم. باید برای درک عمیق‌تر تجسم یه قدم جلوتر بریم. بایستی بدونیم که هر دو طبیعت مسیح مجزا از هم باقی مونده و خصوصیات خودشون رو حفظ میکنن. یعنی این به چه معنیه؟ اولا هیچ کدام از ذاتها خصوصیات مانده و در واقع اون خصوصیات اساسی دیگری رو به هم نمیزنه و خراب نمیکنه. یعنی طبیعت انسانی مسیح طبیعت الهیش رو خدشه‌دار نمی‌کرد یا منکر نمی‌شد. دوم اینکه این دو ذات در یکدیگر بودن. ذات الهی و ذات انسانی مسیح همچین در تار و پود هم گره خورده بودند که قابل جدا شدن نبود. شما اگر شیر و کاکائو رو قاطی کنید، در واقع اون چیزی که درست میشه دیگه نه کاکائو نه شیره، ولی اما نمیتونید هم جداش کنید، اسمش هم شیر کاکائوه. مسیح دارا این چنین دوتا ذاتش در یکدیگه بودن و به طور اسرارآمیزی این دو طبیعت با هم مخلوط نمی شدن. اینها درک عمیقی به ما میده از اون شخصیت مسیح. اشتباهه اگه فکر کنیم دو طبیعت عیسی اونچنان با هم مخلوط شدن و ذات سومی رو تشکیل دادن. اون مثال شیر کاکائو رو که عرض کردم فقط برای اینه که ما یک تجسمی داشته باشیم از ترکیب این دو شخصیت. این که مسیح دارای یه ذات سومیه، این اون بدعت‌هایی بود که کلیسای اولیه مجبور شد با این مقاومت کنه. امروز هم باید ما مواظب باشیم که ما رو به بیراهه نبرن و این بدعت‌ها تعلیم میدادند که ذات انسانی عیسی برداشته شده و در ذات الهی او جذب شده، به طوری که هر دوی این ذات ها تغییر کرده و یه نوع ذات سومی رو به وجود آورده. گاهی وقتا حقیقتا خود ما هم میشنویم در بعضی جاها کلیسای امروز بعضی ها ناخواسته این رو تعلیم میدن که همین مسئله که عرض کردم خدمتون ممکنه که اینجور تعلیم داده بشه و یعنی اون شیر و کاکائویی که به دست اومد در واقع یک ذات سومی از مسیح، در حالی که نه، فقط اون ترکیب این دو ذات و قابل جدا نشدنش و تار و پود
تنیده شدن این دو ذات در واقع اون منظور نظرونه. و به همین ترتیب در این اعتقادنامه تعلیم داده میشد که عیسی مخلوطی از ذات عناصر الهی و هم انسانی است، به طوری که هر دو این ذات ها به شکلی تغییر یافته و یه ذات سومی رو به دست میده. این حقیقتا تعلیم کتاب مقدس نیست، چون هم انسانیت و هم الوهیت مسیح رو زیر سوال میبره. چون اگر که ذات الهی مسیح و ذات انسانی مسیح با هم مخلوط می شدن، در واقع اون نه خدای کاملی بود نه انسان کاملی، بلکه یه موجودیت متفاوتی بود که کاملا مخلوطی از هر دو طبیعت بود. از طرفی اگه بپذیریم که این دو طبیعت با هم ادغام نمیشن و ذات سومی رو تشکیل نمیدن، ولی در همون حال فکر کنیم که این دو ذات همدیگر رو تغییر میدن، در اشتباه هستیم. یعنی ذات الهی میاد ذات انسانی مسیح رو تغییر میده، یا ذات انسانی مسیح میاد ذات الهی مسیح رو تغییر میده، در اشتباه هستیم. و یا اینکه اگر اینجوری استنباط کنیم که ذات انسانی عیسی به شکلی تبدیل یافته و به شکل ذات الهی در اومده، یعنی در واقع یا ذات الهی او تبدیل به ذات انسانی شده، کاملا در اشتباه هستیم. اینا رو میخوام توضیح بدم از این نظر که حقیقتا مسئله بسیار حساس و خیلی خیلی ممکنه ریز باشه این نکات و ناخواسته تعلیم های در این مورد داده بشه. هر کدام از طبیعت های عیسی مجزا از هم باقی مونده، چون ما میبینیم که عیسی با جسم به آسمان رفت و تمام خصوصیات فردی خودش رو حفظ کرده، تبدیل هم نیافتن. همونطور که شورای کالسدون خاطر نشان میکنه که تمایز وجودی این دو طبیعت به هیچ وجه با اتحاد اونها از بین نمیره. یعنی این نیست که طبیعت انسانی و طبیعت الهی مسیح که از هم متمایزه باعث بشه که اینا با هم در اتحاد و یگانگی نباشن. اگر عیسی مسیح میگه من در پدر هستم و پدر در من است، این در بودنها خیلی مهمه. درک این در بودنها دقیقاً همین نکاتیه که دارم خدمتون توضیح میدم. یعنی اون اتحاد این دو طبیعت از بین نرفته در مسیح، در عوض خصوصیات وجودی هر کدومشون به طور کامل حفظ شدن. طبیعت انسانی عیسی فقط طبیعت انسانیشه و بس، طبیعت الهی او هم فقط طبیعت الهی و بس، اما در اتحاد با هم. اون مسئله تاک رو که عیسی مسیح در انجیل یوحنا میزنه، دقیقاً باید این مسئله رو با اون مثال تاکی که عیسی مسیح برای ما روشن و واضح باقی گذاشته مقایسه کنیم و وقتی که این مطالب رو در اون انجیل یوحنا باب 15 که در مورد تاک حقیقی صحبت میکنه قرار بدیم، اون موقع است که ما متوجه میشیم که واقعا این دو طبیعت چطور در اتحاد با هم بودن. در واقع طبیعت انسانی عیسی نبود که با اتحادش با خدای پسر از همه چی مطلع شد، بلکه طبیعت الهی او از چیزی ناآگاهی نداشت. اگر هر کدوم از طبیعت‌های عیسی متحمل تغییر در ذات خودشون بشن، عیسی دیگه نمیتونه نه خدای کاملی باشه و نه انسان کاملی.
پس بنابراین اون چیزی که ما از مسیح میدونیم الوهیت و انسانیت عیسی رو درک کردیم که او دارای دو طبیعت الهی و طبیعت انسانی، هر کدوم کامل بی نقص که مجزا از هم باقی موندن و با هم در طبیعت جدید دیگه قاطی نشدن و بالاخره این که عیسی تا به ابد خدا و انسان باقی میمونه. برای همین عیسی میگه پسر انسان برای داوری خواهد آمد. اگه به دانیال باب 7 آیه 13 اشاره میکنه و در اونجا منظورش عیسی مسیح به اون قسمتیه که پسر انسان با ابرها میآید، در واقع میخواد ما رو متوجه این مطلب کنه که اون طبیعت انسانی مسیح حفظ شده. اگر کتاب مقدس میگه مسیح با بدنش به آسمان رفت، در واقع میخواد به ما حالی کنه که اون انسانیت مسیح به طور کامل حفظ شده. اما اگه دارای دو طبیعته، آیا به این معنیه که دو نفره؟ در حالی که نه، اینجور نیست. عیسی یک شخصه. شخص رو با نفر نباید اشتباه کنیم. یک شخصه و یک شخص هم باقی میمونه. تنها یک مسیح وجود داره و کلیسا از نظر تاریخی این حقیقت رو اینطور بیان میکنه که عیسی داره دو طبیعت متحد در یک شخص و تا به ابد وجود داره. فکر نکنیم که عیسی مسیح روی صلیب مرد طبیعت انسانیش تموم شد. اگر مسیح بلند میشه میاد پیش شاگرداش، از مرگ بلند میشه قیام میکنه، پیش شاگرداش میاد، غذا با اونا میخوره، با اونا حرف میزنه، با اونا زندگی میکنه، 40 روز با اونا زندگی میکنه، در واقع این رو برای ما به یادگار میذاره که هر دو طبیعت مسیح حفظ شده. عیسی خدای کامل و انسان کاملیه. یه جور دیگه میتونیم اینو توضیح بدیم، در یک معنای مشخص دوه اما در مفهوم متفاوتش یکه. میگه من و پدر یک هستیم. یک بودن یعنی در یک ذات مشترک، در یک همذاتی، در یک همذاتی، ذات یکیه. اما در مورد مسیح هم این یک بودن یعنی این که هم انسان کامل و هم خدای کامل در یک شخص. او دوه از این بابت که داره دو طبیعت واقعی و کامل الهی و انسانی و یک چون با وجودی که طبیعت‌های او مجزا هستن باقی میمونن ولی با هم وجودیت دارن، یعنی یک وجود واحد و یا یک شخص رو تشکیل میدن. یه جور به عبارت دیگه میتونیم بگیم دو طبیعت همون عیساست و مشخصا یک شخص واحدن، همونطوری که اعتقادنامه کالسدون میگه. به هر حال اون چیزی که شواهدی که نشان میده که عیسی یک شخص کامله، کتاب مقدس به خوبی این رو برای ما باز میکنه. مثلا در انجیل یوحنا باب 1 آیه 14 میگه کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. اینجا اون دو طبیعت عیسی مسیح رو داره باز میکنه. کلمه الوهیت مسیح رو میگه و جسم پوشیدنش انسانیت مسیح رو میگه. اما در اینجا ما یک شخص رو میبینیم. اون واژه جسم گردید، واژه گردیدنش پذیرش یک اتحادی است بین طبیعت انسانی و طبیعت الهی مسیح که یک چیز واحد رو تشکیل میدن، یعنی یک شخص رو تشکیل میدن. اگر یک شخص رو تشکیل نمیدادن چه دلیلی داشت که
کلام خدا توسط یوحنا روی این مسئله اصرار کنه که یک شخص شدن، کلمه جسم گردید. مسیح حقیقتاً کاهن اعظم ماست، چون او در واقع پلی بود که اون دره مرگی رو که پیش روی ما قرار داشت از سر راه ما برداشت و ما رو به اون سرمنزل مقصود میرسونه. او کاهن روحانی ماست و کاهن یعنی پل، روح ما رو به روح خدا پیوند میزنه. اون ذات و ذهن انسانی ما رو به روح خدا پیوند میزنه. اتحاد الوهیت و انسانیت در یک شخص واحد مسیح باعث میشه که همه اون چیزهایی رو که ما بهش احتیاج داریم در منجیمون پیدا کنیم و بتونیم در این پیدا کردن ها یک اعتماد و اطمینانی رو در زندگی روحانی خودمون داشته باشیم. حقیقتا چقدر پرجلاله که او قادره، کسی نمیتونه بر او چیره بشه، چون که عیسی خداست. تنها اون نجات دهنده کافی برای زندگی همه بشریته، زیرا که عیسی مسیح خداست. ما ایمانداران رو در اون امان و امنیت خودش حفظ میکنه و ایمان داریم که هلاک نمیشیم، چون عیسی مسیح خداست. ما ایمان داریم، باور داریم، یقین داریم که برای اون انجام احکامی که به ما دستور انجامش رو داده ما رو توانمند میسازه، چون که عیسی خداست. و سرانجام تمام مردمی که در زمانی که او باز میگرده تا دنیا رو قضاوت کنه باید پاسخگوی او باشن، چون که عیسی خداست. اون چیزهایی رو که ما امروز در زندگی های فعلیمون داریم تجربه میکنیم او تجربه کرده، چون که عیسی انسانه. او حقیقتا میتونه صمیمانه ما رو درک کنه، زیرا که عیسی انسانه. وقتی که ما به اون نهایت مرزهای ضعف‌های انسانیمون میرسیم، او که کاهن اعظم ما و دلسوز ماست به داد ما میرسه، چون عیسی انسانه. میتونیم با او به راحتی ارتباط برقرار کنیم، چون که دور و نامرتبط با ما نیست، چون که عیسی انسانه. نمیتونیم امروز شکایت کنیم که خدا ما رو نمیفهمه، ما رو درک نمیکنه، چون که عیسی انسانه و ما رو درک میکنه. او همه چیز رو از پیش تجربه کرده. ما حقیقتا نیاز داریم که بتونیم از اون الوهیت و انسانیت عیسی و الحاق مشخص این دو با هم در شخص خدای واحد یعنی عیسی مسیح دفاع کنیم. پس بنابراین با تعلیم درست، با عملی زندگی کردن آیات کلام خدا، با اون چیزی که عیسی روی زمین بود، نشون بدیم که عیسی هم خدای ماست و هم انسان. و اینه که میتونه ما رو قادر کنه که اون رابطه بین دو طبیعت عیسی مسیح رو برای دیگران تشریح کنیم. همگی ما حقیقتا در انتظار روزی هستیم که عیسی رو رو در رو ببینیم. بنابراین این امید فرح بخش و این الهام بخش ما برای جد و جهد در جهت خدمت و پرستش اونه و اینو به ما انگیزه میده تا او رو بپرستیم. این امید زنده ما روزیه که عیسی مسیح ما رو ببینه و به ما بگه آفرین
غلام نیکوی من. خداوند تو رو شکر میکنم برای امروزی که ای خداوند از شخصیت انسانی تو و الهی بودن تو ای خداوند برای ما باز کردی. امروز ایمان داریم ای خداوند تو همچنان انسان کامل و خدای کامل باقی موندی. امروز ایمان داریم ای خداوند که تو روزی برای داوری بشر خواهی آمد و تمام جهان رو داوری خواهی کرد. میطلبیم پدر جان که ما رو قوت بده تا از اون راه راست و مستقیمی که کلام تو برای ما ترسیم کرده عقب نمونیم. باشه که ای خداوند این تعالیم باعث بشه که ذهن عزیزانی که اگر ناخواسته وارد بدعتی شدن، اگر نمیدونستن طبیعتهای خدا و خداوندمان عیسی مسیح و شخصیت مسیح رو به حقیقت درک نکرده بودن، از تو میطلبم پدر جان که این تعالیم رو در دل این عزیزان بکاره خداوند و باشه که اونها به راه تو و به راهی که تو برای ما باز کردی برگردن. برای عزیزانی که ای خداوند میخوان این تعالیم رو تعلیم به دیگران بدن ای خداوند قوت، برکت و شادی آرزو میکنیم. میطلبیم ای خداوند که این عزیزان رو تو با روح قدوس خودت ای خداوند مجهز کن تا این سری تعالیم رو بتونن به دیگران هم منتقل کنن. به نام عیسی مسیح طلبیدیم. آمین، آمین و آمین.